ظلم قارون مان، ظلم فرعون مان، ظلم امریکایی مان، ظلم بشار الاسد مان، ظلم اسرائیل سر غزه مان. مردمان غزه شهدایش بر روی سرک افتیده هست. اگر پدر می رود مجاهد شهید را در آغوش بگیرد از روی سرک بردارد، سکسفتان اسرائیلی می آید، نمی ماند فامیلش را که بچه تکه تکه شده در برابر اسرائیلیان را بالا کنه. شهید زنده یاد افتیده بر روی سرک. اسرائیلیان نمی ماند که جسد شهدایش مردم فلسطین بالا کند و سگان و پیشکان درنده را رها میکند تا اینکه جسد شهدای مردم فلسطین سگان بخورد. تو عالم لب به سکوت زده ای، چون تاثیر گناه ما را در بر کردگی است. تو مولا در پشت من گپ میزنی، چرا امروز دفاع از اون مظلومین غزه نمی کنی؟ چرا امروز غداریت و تجاوز اسرائیل محکوم نمی کنی؟ چرا امریکای خوناشام را تو بد و رد نمیگی که جسد شهدای برادرت در سر سرک سگ میخورد؟ دیگه جای پیدا نمی کند. پدر و مادر بچه شهیدش را شهادتش از روی سرک میبردارد، در داخل خانه دفن میکند. قبرستان نماندن، بیمارستان نماندن، شفاخانه نماندن، مسجد نماندن، مکتب نماندن. 80% شهر غزه تکه تکه شده است. اما متوجه باشی که الله از تو هم سوال میکند، از ما هم سوال میکند. انما المؤمنون اخوتون. همه تاثیرات گناه است. والا که امروز ما شکست خوردیم، همه تاثیرات گناه است. امروز مصر ساخت، لبنان ساخت، افغانستان ساخت، دبی ساخت، جزیره العرب ساخت. این از تو، این از من، همه را مشرکین و کافرها سر تو تقسیم و تجزیه کرده است. تو بشین که من مسلمانم.